سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 7 نوامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. خبرگزاری ایرانی میگوید مردی که ماه گذشته در مسجد شهر شیراز 13 کس را کشت شهروندی تاجیکستان بوده است. رقابت جانبداران دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات میان دوره‌ای کنگره. انتخابات امریکا چی تأثیری به جنگ روسیه علیه اوکراین خواهد داشت؟ در قزاقستان صدها نفر با زبان تاجیکی درس می‌خوانند ولی ادبیات برای آموزش ندارند. تنقیصی هست چون که کتابی برنامه درسی برای ما کم است. خبرگزاری رسمی ایران گفت مردی که ماه گذشته در یک عبادتگاه شیعیان 13 کس را کشت شهروندی تاجیکستان بود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که حمله‌گر سبحان کریمی با لقب ابوعایشه پس از زخمی شدن در بیمارستان درگذشت. مقامات تاجیک هنوز در این باره چیزی نگفتند. این حمله روز 26 اکتبر در عبادتگاه شاه چراغ شهر شیراز یکی از 5 مسجد کلان پیروان مذهب شیعه رخ داد. حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. به نوشته اسوسییتد پرس آن زمان حکومت تلاش کرد مسئولیت ترکیش را به دوش اعتراضگران صلح‌آمیز بار کند ولی برای این دلیل پیش نیاورد. در گزارش اینچنین با تکیه به وزارت اکتشافی ایران گفته شده است که همراه حمله‌گر مردی افغانستانی محمد رمیز رشیدی نیز بود. نفری سیوم گمانبر از آذربایجان بوده، گویا هماهنگسازی اساسی این حمله در شهر تهران به شمار می رفته است. با گفته مقامات ایران 26 نفر با گمان حمله بازداشت شدند که همه آنها شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در خبر به شرح زیاد آمده است که بعضی از گمانبران عین چنین حمله را در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان به نقشه گرفته بودند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. محمدی رحمت الله که زمان او را رهبری سلفی‌های تاجیکستان نام می‌بردند بعد بیشتر از 1 سال رهایی از زندان دیگر باره بازداشت شده است. همکارم علیشیر ظریفی در این باره تفصیلات بیشتر دارد. محمدی رحمت الله که زمان او را رهبری رویه در تاجیکستان ممنوع سلفیه نام می‌بردند بعد بیشتر از 1 سال رهایی از زندان دیگر باره بازداشت شد. خانواده‌اش در محله چاریکاران شهر دوشنبه نخواستند در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. آنها گفتند درباره این پرونده چیزی نمی‌دانند. مقامات انتظامی نیز در این باره چیزی نگفته است. یوسف محرموف برادر محمدی روز 7 نوامبر در صحبت بدون ثبت به رادیوی آزادی گفت برادرش را ساعت 10 روز 2 نوامبر ماموران امنیتی دعوت کردند و بعداً به پسرش خبر دادند که پدرش در بازداشت است. او تاکید نمود که تنها همین را می‌داند که محمدی را برای کدام سخن یا موعظه دستگیر کردند و از این بیشتر معلوماتی ندارد. محمدی رحمت الله که سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شد، به قول نزدیکانش 1 سال و 3 ماه پیش از محبس رها شده در جای کار نمی‌کرده است. فردا 8 نوامبر در ایالات متحده آمریکا انتخابات کنگره برگزار می شود. آن را انتخابات میان دوره می نامند زیرا در نیمه دوره پرزیدنتی برگزار می شود و یک سنجش مهم برای حزب دموکراتی جو بایدن است. اگر حالا دموکرات ها هر دو پالاتای مجلس قانونگذاری آمریکا را زیر نظارت دارند، احتمال می رود در نتیجه انتخابات 8 نوامبر جمهوری خواهان دست بالا شوند و اگر برای خود امریکایی ها وضع اقتصادیات در جای اول است، تغییر در فضای سیاسی آمریکا می تواند به بسیار روندهای جهانی از جمله یاری ها به جنگ اوکراین در جنگ ضد روسیه تاثیرگذار شود. با همکارم خیرامان بقازاده نگاه میکنیم به انتخابات آمریکا. خیرامان، یک روز پیش از انتخابات کنگره حال و هوا و میل و نگرانی انتخاب کننده ها چگونه است و بیانگر چیست؟ ببین سلام، کارزار انتخاباتی پرشدت ادامه دارد و نتیجه آن برای 2 سال باقی مانده جو بایدن در کاخ سفید خیلی مهم است. انتخاب کننده ها باید همه هیئت مجلس نمایندگان را که 435 کرسی دارد و هم 3 سنات را انتخاب کنند. بر اساس پرسش های افکار عموم پیشگویی ها این است که جمهوری خواهان می توانند اکثر کرسی های هر دو مجلس کنگره را به دست آورند. تا روز یکشنبه علاقه 40 میلیون انتخاب کننده آواز داده است.
در آخرین روزهای پیش از رایدهی جو بایدن همراه سران با نفوذ حزب دموکرات یعنی پرزیدنتان سابق باراک اوباما و بیل کلینتون در معرکه‌های تبلیغاتی نامزدهای حزب شرکت کرد. در طرف دیگر پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ با حمایت از جمهوری‌خواها دست به کار شد و اشاره هم کرد که خیلی ممکن است در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 شرکت ورزد. دو طرف نقاط ضعف همدیگر را نشان گرفتند و به انتخاب کننده ها باور دادند که مشکلات آنها را حل خواهند کرد. خیرامان، امریکا یکی از کمک رسان‌های اساسی اوکراین می باشد که هدف حمله بی‌دلیل روسیه قرار گرفته است. واشنگتن به صورت عموم تا حال به کیف 60 میلیارد دلار مدد کرده است. جمهوری خواهان بارها گفتند این یاری ها نباید بی‌برکش باشند. پیروزی آنها چی تاثیر خواهد داشت؟ بله، مومن این یکی از سوال‌های اساسی است و چون این حرف‌ها رو حالا شنیدن ممکن است و در این زمینه یک اختلاف واقعا هم وجود دارد. شمار افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات‌ها علاقه از یاری‌های بی‌آخر و دائمی آمریکا با اوکراین اظهار نگرانی می‌کند. رهبران جمهوری خواه گفتند که یاری‌های آمریکا با اوکراین بی‌برکش بودن نمی‌تواند. مثلا کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواه می‌تواند رهبری مجلس را به دست گیرد، گفته است مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار می‌گیرد با آسانی برای اوکراین پول جدا نمی‌کند. باید گفت در برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها یا در بحث‌های تلویزیون‌های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و مسائل‌های دیگری بین‌المللی خیلی کم مطرح می‌شود و کارشناس نظامی روبلی می‌گوید پیام کاهش کمک می‌تواند مسکو را قوی‌تر و از احتمال گفت‌وشنود دورتر کند. این زمان به قول ویلیام کورتنی سفیر سابق آمریکایی ادامه یاری‌ها از خود اوکراینی‌ها هم سخت وابسته است و پیشرفت آنها در جنگ، آزاد کردن قلمروهای بیشتر از دست روس‌ها و آشکار شدن جنایت‌های سنگین آنها می‌تواند برای پشتیبانی سیاسی آمریکا و اروپا از اوکراین مساعدت کند. و اخیراً مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان گفت کمک‌ها به اوکراین تغییر نخواهد. تشکر همکارم خیرامان بقازاده بود با آخرین خبرها از فضای پیش از انتخابات آمریکا. مسئولان مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان از نرسیدن کتاب‌ها با زبان تاجیکی شکایت دارند. آنها میگویند خوانندگان صنف‌های پایانی با کتاب‌های لازمی تامین نیستند. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی هم نشان داد که در کتابخانه‌های این مکتب‌ها ادبیات تاجیکی یافتن مشکل است. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند برای مکتب‌های تاجیکی قزاقستان کتاب می‌فرستند. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی هنگام سفر به قزاقستان این موضوع را پیگیری کردند. مکتبی به نام ابوالقاسم فردوسی در محله فردوسی ناحیه مقطع ارل. در این مکتب قریب 900 خواننده تحصیل می‌کنند. آنها با زبان تاجیکی و هم قزاقی درس می‌خوانند. عبدالرؤوف فیضیف معلم صنف‌های ابتدایی است. او سال 2007 با کوته تاجیکستان در دانشگاه آموزگاری دوشنبه تحصیل کرده به اینجا برگشت. حالا نیز از طرف وزارت معارف تاجیکستان برای تاجیکان قزاقستان چنین کوته ها جدا می شود. این آموزگار از معاش و شرایط کارش راضی است. تنها یک مشکلی دارد. در مسئله کتاب درسی صنف‌های ابتدایی کم در تنقیص هست، چون که کتاب برنامه درسی برای ما کم است و کادرگاز برنامه نوعی که پیدا شده است صنف‌های پایانی ما نیاز داریم که همین کتاب‌ها دسترس کنند. ما درخواست دادیم باز جوابش نامده است. ما خواهش می‌کنیم که بسیار کتاب‌های دسترس شدن برای صنف‌های ابتدایی خیلی خوب میشه. کمبود کتاب تنها خاص مکتبی به نام فردوسی نیست. اکثر مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان یک مشکل اساسی دارند. این هم باشد نرسیدن کتاب تاجیکی. اکثر این کتاب‌ها چاپ دوره شوروی هستند. از جمله در همین مکتبی که به نام میرزا ترسونزاده گذاشته شده است، یگان کتاب این شاعری شناخته پیدا نمی‌شود.
سالهای پیش از تاجیکستان برای مکتب‌های تاجیکی کتاب می آوردند. سال 2013 وزارت معارف قزاقستان برای نشر کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی مبلغ جدا کرد، اما این کتاب‌ها ظاهراً طلبات آموزگاران را قانع نمی‌کند. از این بدتر در کتابخانه‌ها ادبیات بدیعی با زبان تاجیکی قریب نمانده است. در کتابخانه ما یگانه ابوعلی بن سینا است، عبدالرحمن جامع، ابوعبدالله رودکی، شاعر بزرگ کمتر هست، لیکن در عین آنها را باشد کتاب‌های کهنه هستند. کتاب‌های دایر به این سال زمان حاضره نو چاپ شدگی برآمدگی نادسترس است، کم بوده است. ما خواهش ما این که یک چقدر خوب کتاب درسی باشد، خوب بدیعی باشد، علاقه امکان تا حدش است ما حرکت میکنیم که برای ما بیارن رسانن و در این دیار ما، در این مکتب ما خواننده ها چیکار کنن گرفته خوانن، استفاده برن، دانن اساسگذاری ما چی بود، تاریخ ما چی بود، تا اینکه جوانان آینده ما با خبر شوند. قزاقستان 12 مکتب تاجیکی دارد. این مکتب‌ها اساساً در ولایت ترکستان در جنوب قزاقستان جایگیر شدند. رهبران مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان گفتند از مسئله آگاهند و جانب تاجیکستان را در جریان گذاشتند. وزارت معارف تاجیکستان گفته است همه ساله برای مکتب‌های تاجیکی در قزاقستان کتاب می‌فرستد، اما تعداد این کتاب‌ها رسانه‌ای نشده است. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، رادیوی آزادی. 105 سال پیش در روز 7 نوامبر در روسیه انقلاب اکتبر غلبه کرد. این انقلاب بعد دنبال تأسیس دولت شوروی را داشت که در حیات آن 15 جمهوری شوروی از جمله جمهوری شوروی تاجیکستان ظهور کرد. حالا در کدامی از این دولت‌ها این جشن گرفته نمی شود و درباره آن روز صحبت‌ها هم زیاد نمی شود. آیا در تاجیکستان از آن روز در خاطره‌هایشان چی باقی مانده است و این روز برای تاجیکستانیان چی نقشی داشت؟ همکارم برود یوسفی از راهگذران در خیابان‌های تاجیکستان با چنین سوال مراجعت کرد. روز 7 نوامبر روز غلبه، یعنی روز غلبه بود که در دوره شوروی 15 ریسپوبلیکا امیر جشن می‌گرفتند و این روز را همچون یک جشن دولتی، یعنی پرزیک دولتی اعلام می‌کردند و آنها جشن می‌گرفتند. هر سال هم 7 نوامبر را جشن می‌گرفتند. روز انقلاب اکتبری غلبه هم دولتی اساساً شوروی. من چی نمیدونم، من اول اومدم. روز پراد بود. خیر مایرام میکنیم، این میکنیم. اگر انقلاب نمیشد تاجیکستان شاید ریسپوبلیک نمیشد. ریسپوبلیک نمیشد با دوره همین فدرالی میگشتن. بهترین روزا بود و من خودم استودنت بودم اینجا. یونیورسیته یوریدیک 45 سال پیش. نمیدونم برادرش. در وقت شوروی این روز جشن غلبه انقلاب بود. همه در تمام شوروی اینا جشن میگرفتن، پاراد میگذاشتن میدان لنین. اون وقت میدان لنین بود. بعد رولوسیا دولت شوروی تأسیس شد که از در حیات او 15 دولت اشتراک میکرد. اگر وقتی که شما همین رولوسیا نمیشید، آیا تاجیکستان صاحبی ریسپوبلیکا یا دولت شده؟ البته نمیشدن، برای که بعد رولوسیا شدن دولت ها مستقل شدن. پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلام 2022 که روزهای 4-6 نوامبر در پایتخت آذربایجان باکو برگزار شد در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. ضمناً او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشکار است که در این مسابقه صاحب مدال طلا گردید. برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. خبرهای ما را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، یوتیوب و توییتر و اینستاگرام و سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. همزمان به سمع شما میرسانم که رادیو آزادی در شبکه اجتماعی تیک تاک فعال شده است و شما ویدیوهای ما را در صفحه رادیو آزادی آفیشیال پیدا و تماشا کنید. خدا نگهدار.